این موقع روشن حکومت افغانستان امر همکاری و همکاری اقتصادی و مدنی را در صدر عملکرد روزمره با بلندصورت قرار داد و این سعی و کوشش در راه این همکاری‌ها زیر نبوده و نخواهد کرد. روشن است که علت اصلی بحران‌ها سیاست‌های توسعه طلبانه سازمان ناتو و دولت‌های عضو آن است. تا زمانی که این سیاست‌ها برقرار است، اصلاح